سلام به دوستان گل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان من عکس پیدا نکردم، حوصله‌ام نداشتم واقعا. خب همینو گذاشتم، راضی باشید، خدا ازتون راضی باشه. دوستان من طبق تقریبا چندین وقتی که ویدیو نذاشتم و مثلا نمیدونم مثلا چی بگم که شما راضی باشی. خب من نمیخوام همینجوری بگم مثلا برم بعد طرف بیاد مثلا بگه آها پس من این علائم رو دارم. من دوستان اعتقاد ندارم به اینکه مثلا یکی اختلال داره یکی نداره. مثلا ما کامپیوتر نیستیم دوستان، ما واقعا ما آدمیم. چیزی که تازگی ها بهش پردازش نمیشه، همه چیز رباتی کردن، همه چیز مجازی کردن، همه چیز شده مصنوعی. خب مثلا فلانی فلان اختلال داره، فلانی مثلا این اختلال رو داره و اینا اصلا کمکی به حال ما نمیکنه. نرید دنبال این ویدیوهایی که میگه فلانی اگه این مشکل رو داره حتما ADHD هست، اگه اینو داری OCD هستی. اینا واقعا چرت و پرت محضن. و شما برای اینکه شروع کنید، برای اینکه موتورتون به کار بیفته، باید کم کم، خب زیاد انتظار نداشته باشی از خودت، آروم آروم پیش بری، یه سری کارا رو انجام بدی و زیاد به خودت فشار نیاری. خب و اینکه دوستان مبحث همیشگی من راجع به افسردگیه و در حال حاضر مهمترین درد زندگی درد خستگی ناشی از افسردگیه. یعنی بدترین حسی که ما داریم اینه که مثلا حالا یکی یه اختلالی داره، خب مثلا نارسیسمه مثلا میگم، به خیلی فکر میکنه که عالی هست. خب میره واقعا بعضی فکر میکنن که عالی هست چون که اعتماد به نفس داره. خب ولی افسردگی یه جور مشکلیه که هیچ کس نتونسته با افسردگی مثلا یک کاری کنه که مفید باشه، مثلا یه نبوغی ایجاد بشه، نمیدونم یه استعدادش شکوفا بشه بعد از افسردگی. افسردگی خیلی آدم عقب میندازه ولی عیب نداره، فدا سرت. چون که من میخوام چند تا راهکار بهت بگم، امیدوارم که به دردت بخوره. برای درمان افسردگی دوستان چجوری بگم، ببینید افسردگی درمانش خودش سخته، برای همین خیلی نمیتونن درمان کنن. یعنی بیشتر اختلال ها که حالا من مثلا زیاد راضی بهشون حرف نمیزنم، خوشم هم نمیاد، بیشتر اختلالات یه جوری هن که اذیت میکنن آدم. مثلا برای اینکه از یک چیزی بتونی نجات پیدا کنی باید اول بری داخل اون چیز، خب تا اینکه بتونی نجات پیدا کنی. خب مثلا برای اینکه از وسواس نجات پیدا کنی باید مثلا دست بزنی رو بعضی چیزا، دست بزنی. خب مثلا اگه از استخر میترسی باید بپری تو استخر. خب و این دقیقاً شامل افسردگی هم میشه. مثلا میترسی شکست بخوری، شکست بخور. میبینی خیلی اصلا نمیشه، اصلا گفتنش هم سخته. مثلا بریم شکست بخورم، من طاقت انتقاد ندارم، من طاقت شکست دوباره ندارم. خب ولی اینجوری نیست که تو بری خیابون مثلا بری سعی کنی مخه دختر رو بزنی شکست بخوری که قوی بشی. نه اینجوری نه، خیلی هم نباید ناشی باشی. مثلا رو کارهای کوچیک اول تمرکز کن. خب مثلا از خونه بزن بیرون، واقعا خیلی لطف بزرگی میکنی به خودت اگه از خونه میری بیرون، که برای افسرده خیلی کار سختیه. از خونه بزن بیرون، یه خورده بگرد، چیزی نخر، بیلخرجی نکن، بگرد، قیمت ها رو بپرس، برو مثلا ببین کجاها چی میفروشن، مثلا چی هست بیرون، مثلا پول از کجا در میاد. حالا اون زیاد مهم نیست، مثلا برو بیرون یه خورده بگرد، مثلا ببین مردم چجوری لباس میپوشن، نمیدونم بازار چجوریه، نمیدونم مغازه ها چی میفروشن، وضعیت چجوریه. خب برو مثلا خونه نشستی هیچ چی نمیدونی، از بیرون چیزی نمیدونی. و اینکه عرض کنم مثلا خودت رو برای چیزی که
فکر میکنی خیلی مهمه پیر نکن. نه اینکه سنت بره بالا، اعصاب و روان تو پیر نکن. مثلا میخوای لیسانس بگیری، خب نمیدونی، حالا نمیتونی مثلا بخونی، به زور میخونی. خب مثلا 10 واحدت پاس شده، 10 واحد تو افتادی، مثلا ترم بعدی 5 واحد پاس میشی، 15 واحدشو میافتی و اینجوری زندگی نکن. اینجوری اصلا برو، اگه دختری که هیچ، اگه پسری برو بیخیال درس شو. و مثلا حالا میگم ریسک بزرگیه، مثلا یه افسرده فکر میکنه که من برم مثلا خدمت اونجا میمیرم. نه داداش نمیمیریم. من خودم حالا نمیخوام بگم ولی خودم یه مدتی افسرده بودم بابت این قضیه و رفتم دیدم که بیشتر ترس های ما هیچ و پوچه. یعنی مثلا تو میترسی که بری اونجا مثلا خودکشی کنی، خب مثلا میری اونجا میبینی که دغدغه تو مثلا بیشتر اینه که زود تمام بشه برم خونه. دغدغه هست ولی اون چیزی که قبل از خدمت فکر میکردی معمولا اتفاق نمیفته و تو الکی به خاطر اون ترس ممکنه کلی فاصله بندازی رو اون چیز، رو اون تجربه. برای همین مثلا نترس، دل تو بکن از چیزی که داره جوانی تو، روح تو، عمر تو هدر میدی توش و حس شک و تردید داری، خسته ای، به زور پا میشی، نمیتونی انجامش بدی، نمیتونی ادامه بدی. بزن بیرون، ول کن، یه مدت استراحت بده به خودت. خب مثلا 1-2 ماه به خودت استراحت بده، بعد یه خورده کم کم بشین فکر کن. مثلا اتاقتو مرتب کن، مسواکتو بزن، کمی ورزش کن، کمی برو بیرون، برگرد استراحت کن. بعد کم کم ذهنت یه خورده که خلوت شد، کم کم میبینی که داره قدرت تصمیم گیریت بهتر میشه. مثلا میگه که برم مثلا تو فلان جا کار کنم، حالا یه نیمه وقت کار کنم و اینجور پیشنهادهای سالم میاد ذهنت. تا وقتی که ذهنت خسته است پیشنهادها هی میاد و تو دو دل میشی. پیشنهادهای سریع از این شاخه به اون شاخه، این کارو بکنم خوب میشه، این کارو بکنم حالم خوب میشه، این کارو بکنم، این کارو نکنم بد میشه، فلان کارو. بعد میبینی که آخر سرم حالت خوب نشد، کلی هم زور زدی چی نشد. پس بیا یه کاری کنیم. بهترین کارم اینه که یه مدت استراحت کن. اصلا لازم نیست فیلم ببینیم، بشین در و دیوار نگاه کن، یه خورده سعی کن که کمتر در معرض مقایسه خودت با دیگران باشی. ول کن. تو حتی وقتی فیلمم نگاه میکنی چون افسرده ای ناخودآگاه میگی مثلا کاش من جای اون پسره بودم، کاش جای اون دختره بودم و سعی کن این عادت رو از سرت بپرونی بیرون. و این یکی از درمان‌هایی که بدون دارو انجام میشه و سخته. اگه واقعا بتونی این درمان رو انجام بدی رو خودت، من واقعا به شخص بهت افتخار میکنم و امیدوارم که بتونی پله به پله اول یه مدت استراحت کن، بشین یه خورده بس استراحت کن، بعد بلند شو چیزی به ذهنت رسید بنویس. چون وقتی می نویسی دیگه اون به ندرت به ذهنت بیاد، چون نوشتی حل شد. ولی ننویسی بیفایده است. پس این کارا رو بکن دیگه. چیز زیادی نمیگم، تکلیف کمی بهت گفتم، حتما انجامش بده، استراحت کن و چند تا از کارهای کوچیکی که میتونی انجام بدی رو انجام بده. به مرور به کارهای بزرگ تبدیل میشه. اگه از این پست لذت بردی حتما لایک کن، اگه خیلی خوشت اومد سابسکرایب کن و نظرتم حتما بهم بگو. دوستتون دارم، میبینمتون.